سلام. تقریبا بیش از 1 سال پیش من یه ویدیو ضبط کردم داخل کانال گذاشتم در مورد اینکه چجوری بتونیم یه کانال یوتیوب بسازیم. خب ویدیو بازدید خیلی زیادی گرفت، منتها الان یوتیوب تغییرات خیلی زیادی داده و بچه‌ای که میخوان کانال بسازن دیگه از اون آموزش نمیتونن جلو برن و به مشکل میخورن. تعداد زیادی کامنت اومد که اگر میشه این آموزش رو آپدیت بکن. امروز میخوایم بریم باز دوباره کانال بسازیم از اول، منتها بر اساس آخرین تغییراتی که به تازگی ایجاد شده. فقط یه نکته، اگر زمان انتشار این ویدیو رو میبینید خب طبیعتا بروزه و مشکلی نداره، ولی اگر تو زمان بعد از انتشار میبینید حتما قسمت توضیحات زیر ویدیو رو چک بکنید که اگر باز یوتیوب تغییراتی داد من یه ویدیو دیگه ضبط بکنم و لینکش رو تو دسکریپشن بذارم که شما از اونجا بتونید ویدیوی جدیدتر رو راحت پیدا بکنید. حالا اگه اجازه بدید با هم دیگه بریم و کانال یوتیوب رو از صفر روی کامپیوتر با هم دیگه بسازیم. امیر عباس هستم و شما یکی از ویدیو کانال اسکیلوید رو می‌بینید. اگر تا الان تو کانال سابسکرایب نکردید، محتوای منو میپسندید، می‌خواید آموزش‌های بعدی از دست ندید، تو کانال سابسکرایب بکنید، علامت زنگوله رو بزنید. پیج اینستاگرام هم میتونید فالو بکنید، به زودی ویدیوهایی اونجا هم منتشر میشه. خب حالا بریم روی پی سی و من نشونتون بدم چجوری میتونیم یه کانال یوتیوب بسازیم و تنظیماتش رو انجام بدیم. خب اجازه بدید که من اول برم تو صفحه اول سایت یوتیوب. خب همون لحظه که صفحه اول وارد میشید ازتون میخواد ساین این کنید که حالا اگر شما اینجا نو تانکس رو بزنید اینجا سمت راست بالای صفحه این گزینه رو خواهید داشت. اجازه بدید من اینجا اگری بزنم. اینجا یه گزینه ساین این دارید. اگر روی ساین این بزنید وارد صفحه لاگین میشید و اینجا میگه که خب اطلاعاتو وارد کن لاگین شو یا اینکه نه یه اکانت جدید بساز. خب ما اینجا اکانت هم با هم دیگه میسازیم، یعنی فرض من برای میگم که شما جیمیل نداری و یه جیمیل از اول میسازیم. اگر هم اکانت داری تو قسمت دسکریپشن من تایم استمپش رو میذارم که اینجا رو از روش بپری و بری دقیقاً از اونجایی شروع بکنی که میخوایم کانال رو بسازیم. خب اینجا من گزینه کرییت اکانت رو میزنم. یه فور مای سلف داره، یکی تو منیج مای بیزینس داره. فرق نمیکنه کدوم انتخاب کنید، روی ساخت کانالتون تأثیری نداره. اینا چیزای مربوط به بیزینس هست، امکانات توی این گزینه براتون فعال میشه که هیچ ربطی به کانال یوتیوب نداره. خب من همین فور مای سلف رو میزنم و وارد این صفحه میشم که حالا بعد اطلاعاتمو وارد بکنم که خب من میزنم امیر عباس، فامیلیم رو میزنم عبدالعلی و ایمیلم رو مثلا حالا یه چیزی میذارم که انتخاب نشده باشه. حتما این گزینه رو باید کلیک کنید create a new gmail address instead که میگه که من میخوام جیمیل بسازم و اسمش هم میذارم اسکیلوید کلون چنل مثلا، یه همچین چیزی میسازم. اجازه بدید اینجوری بنویسمش که واضح تر باشه. خب بعد میایم برای پسوردش هم که حالا هرچی دوست دارید میذارید و همین رو باز دوباره تکرار میکنم و گزینه نکست رو میزنم که برام جیمیلم رو بسازه. خب اینجا ازتون شماره موبایل میخواد که شما کشورتون رو انتخاب میکنید. من اینجا گزینه ایران رو انتخاب میکنم. خب بعد از اینکه شماره رو وارد کردید گزینه نکست رو میزنید. اینجا یک کد وریفیکیشن برای شما ارسال میشه که به شکل SMS براتون میاد. اگر SMS دریافت نمی کنید به هر دلیلی میتونید روی این گزینه کال اینستد بزنید که با شمارهتون تماس میگیره و از این تلفن گویا هاست و شماره ها رو براتون میخونه. شما یادداشت میکنید میاد اینجا وارد میکنید. خب دکمه وریفای رو میزنم و این رو از من میپذیره. خب اینجا میخواد که شمارتون رو نگه داره، آپشنال، اگه دلتون نخواد میتونید پاکش بکنید. اینجا میتونید یه ایمیل آپشنال ریکاوری بزنید که اگر یه وقت دسترسیتون قطع شد بتونید دوباره دسترسی پیدا بکنید. و اینم که سال تولده که من اگر بخوام همینجوری بزنم مثلا میزنم اول ژانویه 1970. این رو میذارم میل و بعد گزینه نکست رو میزنم. اینجا شما باید این دوتا رو تیک بزنید، قبول بکنید این اگریمنت رو و کانفرم رو که بزنید اکانت جیمیل شما ساخته میشه براتون. خب الان ما اکانت جیمیل اون رو ساختیم و اگر گزینه ساین این رو بزنیم اتوماتیک وارد اکانتمون میشیم و همطور که میبینید الان اکانت من ساخته شده اینجا و روی این گزینه که اینجا هست رو گزینه کرییت میزنیم. آپلود ویدیو رو روش کلیک میکنیم، یعنی میخوام ویدیو آپلود کنیم که اینجا میگه که
سفر شما به عنوان تولید کننده محتوا از اینجا شروع میشه. روی Get Started اگر بزنیم اینجا خیلی مهمه، میگه که به اسم خودتون میخواید کانال بسازید یا نه میخواید چنلتون به شکل برند باشه و اسم اختصاصی خودش رو داشته باشه. من پیشنهاد میکنم گزینه دوم رو انتخاب بکنید، چون هم میتونید براش آدرس اختصاصی بگیرید که به اسم چنلتون باشه، هم میتونید از دوستانتون هم کمک بگیرید که چند نفری یک کانال رو مدیریت بکنید. من این گزینه رو انتخاب میکنم اینجا. خب اینجا میگه که اسم چنلتون چی باشه. من اسم چنل همون میذارم که نشونتون داده بودم، اسکیل وید کلون چنل. خب بعد این understand رو میزنم و این بعدا میشه اسم کانالم، یعنی آدرس اختصاصی بهم بده همین رو بهم احتمالاً میده. خب من گزینه create رو که بزنم وارد این صفحه میشم که شما میتونید یه سری اطلاعات رو اینجا وارد بکنید. میتونید اینجا آپلود پیکچر بزنید و عکس اون لوگوتون رو بذارید، مثل لوگوی اسکیل وید که دیدید اینجا میتونید آپلودش بکنید. اینجا میتونید یه توضیحی در مورد کانالتون بنویسید. اینا رو همه رو بعدا میتونید برید توی قسمت دیگه درست بکنید که لینک ویدیوش هم براتون میذارم، چون قبلا براش ویدیو ضبط کردم. و آدرس سایتتون و شبکه اجتماعیتون رو بذارید. اینجا میتونید گزینه ستاپ لیتر رو بزنید که من ستاپ لیتر رو میزنم که بعدا بیام این اطلاعات رو پر بکنم، الان نمیخوام پرش بکنم. خب الان شما رفتید تو صفحه اول کانالتون و کانالتون ساخته شده و میتونید آپلود ویدیو رو بزنید آپلود بکنید. کانالتون رو کاستماایز بکنید که اینو براش ویدیو ضبط کردم، لینکش رو بهتون میدم. و یا اینکه از اینجا روی این گزینه بزنید و برید توی یوتیوب استودیو. وقتی وارد یوتیوب استودیو بشید شما رفتید تو پنل کانالتون و اینجا گزینه لرن مور هست که من حالا کار خاصی هم باش ندارم، میزنم بسته بشه. این الان داخل کانال من هست، منتها خالیه، هیچ اطلاعاتی داخلش نیستش. و شما اگه بخوای ویدیو آپلود بکنی روی این گزینه کرییت میزنی، آپلود ویدیو رو میزنی و میتونی ویدیوتو بگیری بندازی روی این پنجره یا از گزینه سلکت فایل بزنی و از روی کامپیوترت یه چیزی انتخاب بکنی که به عنوان ویدیو آپلود بشه. این کلیت ساخت کانال بود. حالا بریم در مورد تنظیماتش صحبت بکنیم، چون این قسمت همون قسمتی است که تغییرات اساسی کرده. تا اینجاش تقریبا میشه گفت یکسان بود. یه تغییرات تو قسمت ستینگ داده که من اونها رو هم براتون توضیح میدم که اگه به همون شکل جلو برید خیلی راحت میتونید کانال خودتون رو داشته باشید و بدون مشکل باهاش کار بکنید. خب برای بخش ستینگ صاف میایم این پایین، اینجا گزینه ستینگ رو میزنیم و وارد بخش ستینگ میشیم که من اینا رو براتون توضیح میدم. اینجا دیفالت یونیتش یعنی واحد پولی واسه کانالایی که بعدا مانتایز میشن چی باشه، که خب پیش‌فرضش روی دلاره. شما میتونید اگر مثلا تو هر کشوری هستید واحدش رو برگردونید به اون کشور. هیچ تأثیری توی درآمدتون این قضیه نداره، فقط یک مقیاسه. میگه که آقا درآمدت به دلار نشونت بدم یا تبدیلش کنم مثلا به لیر ترکیه نشونتون بدم یا مثلا به یورو نشونتون بدم یا هر چیز دیگه ای. میزان درآمد شما به دلار حساب میشه، فقط چنج میشه از نظر عددی، فقط محاسباتش رو انجام میده و به یه واحد پولی دیگه نشونتون میده. پس اینو میتونید رو همین دلار بزنید بمونه. میریم تو قسمت چنل، یه بیسیک اینفو داره. اینجا میتونید کانتری اف رزیدنستون رو انتخاب بکنید که مشخص میکنید تو کدوم کشور هستید. اگر قصد درآمدزایی دارید این رو اگر روی ایران بذارید بهتون اجازه نمیده، چون فقط توی بعضی از کشورها در دسترس درآمدزایی. لینکش رو براتون تو دسکریپشن میذارم که تو چه کشورهایی میشه درآمدزایی کرد. و اگر شما دوستی آشنایی کسی دارید بعد اون کشوری که اون دوست آشناتون هست رو انتخاب بکنید. اگر با MCNA کار بکنید که بهتون میگن بعداً هم میشه اینو عوض کرد، مشکلی از اون نظر نداره. چون اکانت من ترکیه هست این رو هم میذارم روی ترکیه که البته میتونم یه حرف تی بزنم صاف بپره اینجا ولی نکردم این کارو، ترکیه. و اینجا میتونید یه سری کلمات کلیدی وارد بکنید که مربوط به کانالتون هست. مثلا من میگم آموزش یوتیوب و بعدش ویرگول انگلیسی که بذارید اتوماتیک خودش تبدیل به این شکل میشه و شما میتونید یه سری کلمات کلیدی مرتبط با کانالتون رو اینجا وارد بکنید که خب تاثیر داره تو اینکه کانالتون رو یوتیوب به افراد مناسب تر پیشنهاد بده. میریم تو قسمت ادوانس ستینگ. اینجا گزینه خیلی مهمیه. یه ویدیو من قبلا ضبط کردم در مورد قوانین کاپا که همون قضیه‌ای بود که اگر شما بخواید فعالیت بکنید روی یوتیوب تو حوزه کودک، اگه بخواید فعالیت بکنید حتما باید بگید که این ویدیو تو حوزه کودکه یا اصلا این کانال تو حوزه کودکان فعالیت میکنه و بخش کامنتتون غیر فعال میشه، بخش سابسکرایبتون غیر فعال میشه.
و همینطور درآمدتون به شدت کاهش پیدا میکنه و تبلیغات پرسونالایز یا همون تبلیغات شخصی سازی شده به شما نمایش داده نمیشه و حتما باید به این گزینه دقت بکنید که الان من اینجا بهتون میگم چیکار بکنید. اینجا اگر کانالتون برای کودکان نیست حتما این گزینه نو رو بزنید، یا اگر این گزینه رو بزنید هر ویدیویی که آپلود میکنید ازتون میپرسه میگه این ویدیو برای کودکان هست یا نه، اون موقع میتونید نو یس بزنید. من چون کانالم کلا اصلا در مورد کودکان نیست و برای افراد بالای 13 سال محتوا تولید میکنم، یه نو اینجا میزنم و دیگه این سوال از من نمیپرسه. خب این گزینه برای لینک کردن اکانت، یعنی اگر مثلا اکانت گوگل ادز داشته باشید برای کانالتون تبلیغات بخواید انجام بدید، اینا رو با هم دیگه کانکت میکنه که اصلا شما نیازی ندارید بهش. اینجا گزینه Don't Show Potential Inappropriate Word هست که اگر این رو بزنید این برای زمانی هستش که شما ویدیوتون به زبان انگلیسی خودش ویدیو شما رو زیرنویس میکنه و کلمات زشتی که شما توی محاوره استفاده کردید تو ویدیوت رو زیرنویس نمیکنه، فقط همون برای فارسی اصلا نمیتونه زیرنویس بکنه، فعلا این قابلیت رو نداره. این گزینه مشخص میکنه که شما چه تعداد سابسکرایبر دارید و میخواید مردم تعداد سابسکرایبرتون رو ببینن یا نه. اگه تیکیشو بردارید سابسکرایبرتون نشون بقیه نمیده، اگر بزنید نشون بقیه میده. این گزینه ادورتایزمنت که نوشته Disable Interest Based Ads رو اصلا تیک نزنید، چون اگه یه روز کانالتون مانتایز کنید درآمدتون به شدت کاهش پیدا میکنه. اصل درآمد یوتیوب روی Interest Based Ads هستش و حتما این گزینه باید خالی باشه، تیکش نزنید. خب بریم پایین‌تر. خب اینجا یه گزینه Manage YouTube Account داریم که اگر من روی این بزنم اجازه بدید الان توی صفحه جدید بازش میکنه. خب این صفحه توی ویدیو قبلی در موردش توضیح داده بودم، یکی در مورد Citizen Features بود که قبلا ما داشتیمش الان دیگه نداریم، روش بزنید دوباره برمیگردید تو همین صفحه‌ای که اینجا هستیم و میاد این تب Features Eligibility رو براتون باز میکنه. یه گزینه دیگه داره برای اینکه بتونید یه کانال دیگه به همین اکانتتون اضافه بکنید، یعنی مثلا چند تا کانال روی ایمیل داشته باشید. و گزینه ادوانس ستینگش هم اگر بزنید الان نشونتون میدم کجا میره، من گزینه ادوانس میزنم. اگر تعداد سابسکرایبرتون بالای 100 تا باشه اینجا میتونید درخواست کاستم URL بدید یا بتونید کانالتون رو پاک بکنید و کانالتون رو مثلا از گوگل اکانتتون بفرستید روی برند اکانت که البته ما الان برند اکانت ساختیم. اینجا شما کار خاصی ندارید، اینجا میتونید مدیر اضافه کنید، یعنی چند نفری یک کانال مدیریت کنید. این گزینه فقط زمانی دیده میشه که شما کانالتون رو به شکل برند بسازید، همونجوری که نشونتون دادم، اونجوری که دو تا عکس کنار هم میومد گفتم دومی انتخاب میکنید که اسم اختصاصی داشته باشید، اون برای ساخت اکانت برند بود و این گزینه در اختیارتون قرار میده. خب ما با این کاری نداریم، پس من اینجا رو میبندم، تقریبا همه گزینه‌اشو براتون توضیح دادم. و این گزینه Remove YouTube Content هست، اگه بزنید همون گزینه پاک کردن کاناله و این گزینه Advanced Channel Setting به زودی فکر کنم پاک میشه. الان بزنم روش ببینید چه اتفاقی میفته. میره توی صفحه‌ای که توش هیچی نیست، خالیه، یه دکمه سیو داره، میزنید و هیچ اتفاق خاصی نمیفته. اینا جزء امکاناتیه که جاهاش عوض شده و دیگه احتمالاً حذف میشه، یعنی این رو احتمالاً حذفش میکنن، این هم احتمال داره حتی حذف بشه چون تو صفحه منیج یوتیوب اکانت بودش. خب این اینجا دیدیم. بعد میریم رو قسمت فیچر الیجیبیلیتی که خب یه سری قابلیت‌های پیش‌فرض برای شما فعاله، یه سری قابلیت‌ها براتون فعال نیستش که من اینجا نشونتون میدم. کاستم تابلین نمیتونید داشته باشید، نمیتونید کاور اختصاصی بزنید، لایو استریم نمیتونید برید و اگر مشکل کپی رایت بخورید نمیتونید اپیل بکنید، یعنی درخواست بازبینی بدید. و اینجا میتونید شماره تلفنتون رو بدید و اکانتتون وریفای بکنید که الان من این کارو انجام میدم. روی میزنم، باز دوباره میگه کشورتو انتخاب بکن. من اکانت خودم رو توی ایران ساختم و هیچ مشکلی هم نخوردم تا الان، ان شاءالله برای شما مشکلی پیش نیاد. و بعد اینجا دو تا گزینه داره، یا به شما زنگ بزنه یا وریفیکیشن کد رو برای شما بفرسته و الان میگه شماره موبایلتو وارد کن و بعد گزینه سابمیت رو میزنم. خب حالا کد رو وارد میکنیم و دکمه سابمیت رو میزنیم. خب کانالمون هم الان وریفای شد. به همین راحتی الان این پنجره رو میتونیم ببندیم و بعد از این اتفاق ببینید این قسمت هم فعال میشه و شما تمام امکانات رو اینجا خواهید داشت. میتونید لایو استریم بذارید، کاستم تامنیل داشته باشید، ویدیو بالای 15 دقیقه بذارید و اگر کپی رایت گرفتید بتونید درخواست بازبینی بدید. این آپلود دیفالت چی میگه؟ میگه که شما هر ویدیو آپلود میکنی میتونی قسمت دیسکریپشنش رو مثلا مشترک بذاری، یعنی یه چیز اینجا بنویسی، مثلا از
از سایت ما بازدید کنید و آدرس سایتتون رو زیرش بنویسید. مثلا من برای کانال خودم این کارو کردم. این زیر مثلا لینک شبکه اجتماعی رو گذاشتم. هر بار که ویدیو آپلود می‌کنید این اینجا هست. فقط میاد چیکار می‌کنید؟ هر چیزی بخواید بالاش اضافه می‌کنید که کار تکراری انجام ندید. هم برای تایتل می‌تونید این کارو انجام بدید. ویزیبیلیتیشو حتما بذارید رو پرایوت که وقتی ویدیو آپلود می‌کنید در جا پابلیش نشه. بمونه که شما سر فرصت بتونید کاورش رو اوکی بکنید، بتونید تگ بزنید، دسکریپشن بنویسید، همه کارشو بکنید. بعدا میتونید از حالت پرایوت درش بیارید و پابلیکش کنید. تو حالت پیش‌فرض بهتره این که اول که ویدیو رو آپلود میکنید حالت پرایوت باشه. تگام که خب یه سری تگ مشترک، مثلا میتونید اسم کانالتون، اسم خودتون رو بذارید که تو همه ویدیوهاتون این تگا مشترکاً اتوماتیک اضافه میشه. تو قسمت ادوانس ستینگ هم که خب قضیه لایسنسش از دست نزنید، بذارید همین استاندارد یوتیوب لایسنس باشه. کاتگوریش رو میتونید مشخص کنید، مثلا گیمینگ، هر چی از خودتون میتونید انتخاب بکنید. البته خودش هوشمنده. مثلا من برای اون یکی کانالم که محتوای گیمینگ آپلود کردم خودش اصلا میفهمه که کانال من گیمینگه. اینجا میتونید زبانش رو انتخاب بکنید که من گذاشتم روی پرژن، که اگر اجازه بدید من پیداش کنم. ببین پرژن چند مدل داره، یه پرژن برای افغانستان، یه پرژن برای ایران، یه پرژن کلی، یعنی اصلا کلا فارسی زبان ها. روی این میتونید بذارید. کپشن که ما اصلا اینا به شامل ما نمیشه، با اینا کاری نداریم. و این گزینه هم همین باشه، کامنت های نامناسب که کلمات رکیک توشه رو نگه داره که شما بررسی بکنید. خب اینم از این. میریم تو قسمت پرمیشن که شما میتونید اینجا توی گزینه منیج پرمیشن بزنید که این بیشتر به درد کسانی میخوره که اکانتشون برند هست، که شما اینجا میتونید یوزر اضافه بکنید، رولاشون رو عوض بکنید. مثلا منیج پرمیشن که بزنید احتمالاً یه بار دیگه ازتون میخواد که لاگین بکنید و بعد از اون میتونید دسترسی به افراد دیگه بدید که حالا نشونتون میدم، از جای دیگه میتونید این کار رو انجام بدید. و اجازه بدید که با این قسمت که مربوط به پرمیشن زیاد کاری نداریم، چون اینا بیشتر به درد کسانی میخوره که کانالشون چند نفری اداره میشه. اگه کانالتون یه نفری اداره میکنید به این قسمت نیازی ندارید. تو قسمت کامیونیتی میتونید اسم افراد رو، مثلا آدرس صفحهشون رو اینجا وارد بکنید که بشن مادریتور شما. میتونن تو قسمت کامنت های بعد رو به جای شما پاک بکنن. دسترسی به پنل ندارن، از همون محیط یوتیوب معمولی میتونن این کار رو انجام بدن. این قسمت هم برای کاربرانی هستش که شما میتونید بلاکشون بکنید. اولا هاید میشن، میتونن کانال شما رو ببینن، میتونن برای شما کامنت بذارن و کامنتشون غیر خودشون هیچ کس نمیبینه، یعنی بند شدن ولی خودشون خبر ندارن، که اصلا بهش میگن شادو بن. چجوری میتونید آدما رو اینجا اضافه بکنید؟ مثلا تو یکی کانالم توی قسمت کامنت ها مثلا میخوام کامنت جواب بدیم. خب مثلا فرض بگیرید که این دوستمون رو مثلا من نمیخوام دیگه برای من کامنت بذاره، روی این گزینه اگر بزنم و این گزینه هاید یوزر فرام چنل رو بزنم، ایشون میره تو لیست سیاه، اونجا اضافه میشه که خب الان نمیخوام این کار رو انجام بدم چون کامنت بعدی نذاشته برای من. و اینجا بلاک وردز رو شما میتونید یه سری کلمات که مثلا فحاشی و اینا هست اینجا لیست بکنید. مثلا هر چیزی اینجا بنویسید، مثلا اسم خودم رو می‌نویسم، کسی اسم منو گذاشت کامنتش پابلیش نشه و پشتش که ویرگول بزنید اینجا میتونید تمام اون لیستتون رو اینجا بذارید که اون کلمات اگر داخل کامنتی باشه اون رو به شما نمایش نمیده. و اینجا یه گزینه بلاک لینک هم داره که اگه بلاک لینک رو تیک بزنید، هر کسی تو کامنتش لینک گذاشته باشه کامنتش پابلیش نمیشه و میره تو حالت ریویو که شما بررسی بکنید و بعد اجازه پابلیک بدید. چون بعضیا اسپم میکنن، مثلا لینک مربوط به سایت های نامناسب میذارن، سایت های مربوط به کریپتوکرنسی ها و از اینجور چیزا میذارن و عموما تبلیغات خودشونو میکنن. میتونید این گزینه تیک بزنید که لینکاشون پابلیش نشه. این قسمت اگریمنت هم که خالیه، میتونید بزنید روش، برید اطلاعات مرتبط با این رو بخونید. اینجا قسمت پرمیشن یه گزینه موو پرمیشنز هست. این قسمت شما میتونید افرادی اضافه بکنید که بیان تو کانال شما و یه مسئولیتی رو بگیرن. ایمیلشون اینجا وارد میکنید و اینجا سطح‌های مختلف داره. شما که خودتون صاحب کانال هستید اونر محسوب میشید، یعنی کانال متعلق به شماست. جدا از اون میتونید اینجا فرد رو به عنوان منیجر اضافه کنید که همه کار میتونه بکنه غیر از پاک کردن کانال. گزینه ادیتور میتونه همه چی رو ادیت بکنه ولی نمیتونه ویدیو پاک کنه، نمیتونه افراد دیگر رو حذف بکنه. ادیتور لیمیتد میتونه هر چیزی ادیت بکنه ولی هیچ چیز دیگر رو نمیتونه دستکاری بکنه. اطلاعات مربوط به درآمد شما رو هم نمیتونه ببینه. ویور فقط میتونه بیاد تو پنل شما، هیچ کاری نمیتونه بکنه، فقط میتونه ببینه. ویر لیمیتد میتونه بیاد تو پنل شما همه چی رو ببینه غیر از اطلاعات مربوط به درآمدتون رو. اینجا میتونید افراد دیگر رو اضافه بکنید. این فقط برای کسانی که اکانتشون برند باشه. خب تقریبا من همه چی رو براتون گفتم.
برای قضیه کاستومیزیشن که اینجا هست، من یه ویدیو همین اخیراً ضبط کردم که چجوری بتونید صفحه اول کانالتون رو بچینید، بتونید لوگوتون رو بذارید، واترمارک روی ویدیوتون بذارید، همه چی رو کامل توی اون ویدیو توضیح دادم که مکمل این ویدیو محسوب میشه. اینو ببینید، بعداً برید اون یکی رو ببینید که بتونید بقیه قسمتاش هم اوکی بکنید. این تقریبا شد تمامی کارهایی که شما لازمه برای کانالتون انجام بدید. کسانی که میخوان روی موبایل انجام بدن، برای موبایل هم من قبلا یه ویدیو ضبط کردم که چجوری روی گوشه موبایل ما بیایم و کانال بسازیم که اگه بخواید میتونید اونم ببینید. اگر دیدید جایش تغییر کرده میتونید برام کامنت بذارید که شاید برای اونم دوباره ویدیو ضبط بکنم. خب اینم شد آموزش این قسمتون. اگر از آموزش من خوشتون میاد و میخواید کانال رو دنبال بکنید، میتونید سابسکرایب بکنید و علامت زنگوله رو بزنید. حالا دو تا ویدیو دیگه به شما پیشنهاد میدم که از نظر محتوا به این ویدیو نزدیکه. اگر دوست داشته باشید به عنوان ویدیو بعدی میتونید یکی از این دو تا ویدیو رو انتخاب بکنید. ممنون از وقتی که گذاشتید. منتظر ویدیو بعدی باشید. خدا نگهدار.